تازه‌ترین تحولات تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. روز بخیر. نخست سرخط موضوعی امروز 12 январ. برقنامه سوزان ساکنان ولایت سوغد را دو برابر زیاد شدن مبلغ استفاده نیروی برق در ماه دکبر دهشت زده کرد. مقامات برق تاجیک این قضیه را شرح دادند. از 80 میلیون کیلووات ساعت 52 میلیون کیلووات ساعت را مشتریان معیشتی شهرداری برق شهر تهران حساب کرده شده است. درخواست کمک یک زن 37 ساله از مردم و مقامات تاجیک التجا دارد که او را از بند حیات غلامانه در عربستان سعودی رها کنند. و روختی در انتظار به زیارت حج ساکنان مخچقله یک راننده سالخورده سخی را به آرزویش میرساند. اداره برق شهر خوجند برای رسیدگی به شکایت‌های ساکنان درباره زیاد حساب شدن مبلغ استفاده برق 10 گروه کاری را تأسیس داده است. بیش از 500 ساکن مرکزی ولایت سوغد به مقامات شکایت بردند که برای ماه دکبر پول برق منزل آنها از ماه‌های قبلی تا 2 برابر بالا رفت. روز 11 январ گروهی از ساکنان ناحیه باباجان غفورов نزد اداره برق این محل تجمع کرده سبب چنین وضعیت را از مقامات پرسیدند. مسئولین اداره برق شهر خوجند امروز با تشکیل یک نشست خبری یک بار بالا رفتن برق پولی مردم را به سرتر شدن هوا در ماه دکبر و استفاده زیادی اسباب‌های برقی ربط دادند. در این باره رستم پولادوف رهبر شبکه برق سوغد چنین گفت. قریب 70-80% مشتریان چیزی که ماه دکبر سال گذشته برق را قبول کرده بودند، مقدار برق را در سال 2017 هم همین چیز را قبول کردند. لیکن بایننده در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تعطیل رقم 432 از 29 آگوست چیزی که با همون باخبر است 15% نرخ برق اضافه شده که اصلا یکم اکتبر سال 2017. از شهر خوجند به دوشنبه رو می‌آوریم و طبق گزارش‌های بین‌المللی هرچند تاجیکستان در دوام سال‌های صاحب استقلالی توانست به پیشروی‌ها در بخش اقتصادی دست یابد ولی با این هم نادارترین کشور آسیای مرکزی باقی می‌ماند. هرچند مقامات مسئول تاجیکستان در این اواخر از جریان مبارزه با فقر قناعتمندند اما تا به حال خانواده‌های زیاد به غذای درست دسترسی ندارند. گذشته از این 75% معاش مردم صرف شکم می‌شود. چنانچه این موضوع در گزارش گلمراد با همسر و دخترش در یک منزل نیم ویرانه در کنار دوشنبه زندگی می کند. قوه باسیره زن و شوهر ضعیف است و بنابر صاحب معلومات نبودن جای کار خوبی ندارند. گلمراد برای تعمیر خانه همسایه ها یک مقدار پول می گیرد. همسر او میرم در یک کارخانه دولتی فراش است. ذخیره خوراک آنها برای این هفته از کم برنج، روغن و لیمو عبارت است. با گفته گلمراد نزدیک 5 سال است نفقه نمیگیرد. شرایط نیست، اینمی کمترین نوع جمعی است میسی زندگی لیلی رفته است. اینمی سال نشد خورد و خوراک نشد پوشاک و اینه با نالوگ خانه و آب و سویت و پیوت. طبق حساب‌های رسمی بیش از 30% اهالی تاجیکستان زیر خط فقر به سر میبرد. زیاده از 15% دیگر تاجیکان از 3.2 حصه معاششان را برای خریدن محصولات غذایی صرف میکنند. اینها اساساً عائله‌های سرفرزند میباشند که معلومات عالی و امکان مهاجرت به خارج کشور را ندارند. بعضی اعضای چنین خانواده‌ها معلولند. Для полной оценки всей картины необходимо также рассматривать. برای ارزیابی وضع چند جنبه غیر مادی فقر باید به اینابت گرفته شود. از جمله دسترسی به تحصیل، تیپ، آب و نیروی برقی معتدل. همه این نشانات خیلی مهمند. تحلیل خاص این جنبه ها نشان می دهد که در تاجیکستان کمبزاعتی غیر مادی خیلی بلند است. یعنی زندگی از 3.2 حصه ساکنان جوابگوی همین نشانات نیست. Гуманитарная бедность все еще очень высокая. بر پایه نشاندادهای اقتصادی همساله در تاجیکستان میزان فقر پایین می رود. اما بنابر کاهش انتقال پول مهاجران، افزایش قرض بیرونه و نامنظمی نظام بانکی، بهبودی وضع اجتماعی چشمرس نیست. نهادهای بین المللی مالی پیوسته با تاجیکستان در زمینه کاهش دادن فقر کار میبرند. این کمک طریق مبلغ گذاری و برنامه‌های کسب آموزی انجام می شود، ولی تحلیلگران میگویند در عموم پیشروی به کندی صورت میگیرد.
вазъибади иқтисодӣ теъдоди аз шаҳрвандони тоҷикистонро барои ҷустуҷӯи кор ба хориҷи кишвар мебарад ва як зани 37 солаи тоҷик аз Радиои Озодӣ дархост кард ки дар раҳо кардани ӯ аз зиндагии ғуломона дар манзили шаҳрванди Арабистони Саудӣ мусоидат кунанд. Мадина Худоназар ва рӯзи 12 январ дар паёми видеоӣ аз шаҳри Бурайдаи вилояти Алқасим гуфт ки бо миёнаравии ширкати Ҷамол 2012 ба Арабистони Саудӣ рафтааст. Когда я сюда приехала, было 2016 год, 24. من به اینجا 24 اکتبر سال 2016 آمدم. میخواهم گویم که التماس آنهایی که ما را به اینجا میفرستید آگاه کنید که کار خیلی زیاد است. به ما بگویید که وظیفه ما تنها از تازه کردن خانه عبارت نمی شود. ما کودکان را هم نگاه بین میکنیم. روز استراحت نداریم. ما را به خانه دیگر برای کار میبرند. شما به من نگفتید که برای عوض $400 مثل خر کار میکنم. آیا شما وجدان دارید؟ شما گفتید که معاش $600 می شود، نه اینکه 400. من یگان روز استراحت ندارم و در این برابر در حق خودم حرفای ناسزا میشنوم. میگویند که برای من 16,000 ریال پرداخت کردند. من نمیدونم آنها به کی این پول را دادند. من حتی قرارداد را با چشمم ندیدم. раёсати иттилоъоти вазорати хориҷаи тоҷикистон ба Радиои Озодӣ гуфт ки дар бораи сарнавишти Мадина ба сафорати Тоҷикистон дар Арабистони Саудӣ хабар дода дипломатҳои тоҷик дар раҳо кардани ӯ даст ба кор мешаванд. нигоҳе меандозем ба Покистон. Дар Покистон эътирозҳо ба таҷовуз ва куштори духтари 8 сола дар саросари кишвар паҳн шуд. Мардум талаб доранд ки омилони бадрафторӣ ва қатли Зайнаб Ансориро пайдо ва муҷозот намоянд. эътирозгарон шикоят мекунанд ки дар минтақаи Касури вилояти Панҷоб дар ин нави ҷиноятҳо ашхоси бонуфуз даст доранд ва аз ин хотир полис беамалӣ нишон медиҳад. ҷузъиёти бештар аз Соҷидаи Мирзо. تجاوز و کشتار دخترک 8 ساله زینب انصاری روز پنجشنبه موج اعتراضهای پرخشونت را در سراسر پاکستان به بار آورد. گردی هم آمدگان مقامات را به ناکامی در تفتیش این گونه جنایت‌ها متهم می‌کنند. پدر زینب امین انصاری نشستی را در منطقه کسوری ولایت پنجاب دایر کرد و گفت که اگر عاملان جنایت‌های تجاوز و کشتار به طور نمایشی جزا می‌گرفتند احتمال زینب امروز زنده بود. میخواهم به مردم محله‌مان مراجعت کنم. ما باید به طور آسایشته اعتراض کنیم. بعضی‌ها مالکیت مردم را تخریب میکنند. میخواهم به آنها رسانم که ما هم در اعتراض همراه میباشیم. ما با آن افرادی که از دست پلیس کشته شدند همراه میباشیم. اما ما نباید مالکیت مردم، ماشین و منزل‌ها را ویران کنیم. اعتراض ما آسایشته است. روز پنجشنبه سروزیر ولایت پنجاب شهباز شریف به عیادت امین انصاری رفت و از نام مقامات محلی وعده داد که مسئولان کشتار زینب را پیدا می‌کنند و به جوابگری می‌کشند. پلیس جسد زینب را روز 9 ینور در پرتابگاه کنار ناحیه کسور 4 روز پس از ناپدید شدنش پیدا کرد. دوربین‌های کوچکی مردی را به نوار برداشتند که از دست زینب گرفته بود و او را به سمت نامعین می‌برد. اعتراض‌ها روز چهارشنبه در پی مراسم دفن زینب آغاز شده تظاهرگران خشمگین به اداره‌های پلیس حمله بردند. در این زدوخوردها کمش 2 نفر کشته شد. جامعه شهروندی ناحیه کسور طلب دارد که در مکتب‌های محلی به کودکان و نورسان واکنش به دست درازی و آزار جنسی تعلیم داده شود. پلیس میگوید در دوام 1 سال گذشته در کسور 12 حادثه تجاوز به ناموس و کشتار دختران نورس جای داشت. از سال 2015 هم به این طرف یک عده افسران پلیس بعد نادیدگیری سلسله شکایت ها در مورد ربودن صدها نورس کسور به جای دیگر خدمت انتقال یافتند. همون سال یک شبکه پدافیل ها یا آزاردهنده کودکان که بر ربودن و اذیت جنسی نورسان مشغول بود کشف شد. به قول خبرنگار رایترز اعضای یک عائله معتبر منطقه در این جنایت ها دست داشتند. در رابطه با تحقیق کشتار زینب پلیس 2 خویش این دخترک را بازپرسی و 26 ساکن محلی را بازداشت کرده است. حالا مقامات منتظر نتیجه نهایی تشخیص پزشکی دادگاهی هستند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. مقامات توجیکستان شخصیتی 4 کودک توجیک رو در پناهگاه در عراق شناسایی کرده تلاش دارند آنها را به وطن بازپسارند. چهره 3 تن از این کودکان ماه سپتامبر سال 2017 در یک گزارش تلویزیونی رشا تودی نمایش داده شد. وزارت امور داخلی توجیکستان روز 12 ینور گفت عایشه 16 ساله، عبدالله 9 ساله، فاطمه 7 ساله و محمد 3 ساله فرزندان الهامدین اسلانوف ساکن شهر دوشنبه هستند که 3 سال پیش از مسکو به عراق رفتند. الهامدین با اتهام عضویت به گروه تندروی دولت اسلامی تحت پیگرد قرار دارد. از سال 2013 دهها شهروند توجیکستان همراه با فرزندان نابالغشان به سوریه و عراق رفته به گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. پس از آزاد شدن منطقه های تحت نظارت گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه، فرزندان جنگجویان در دست مقامات دولتی عراق افتادند. برنامه را ادامه می‌دهیم. یک راننده سالخورده در مخچقله چند سال باز هفته یک بار مسافران را رایگان به منزل می‌رساند و از کودکان عموماً پول نمی‌گیرد. هرچند همکاران به اقدام عبدالمجید چوپالایف احترام قائلند ولی برای پیروی به او آماده نیستند. اما ساکنان مخچقله در جواب به سخاوتمندی این راننده برای عملی شدن آرزوی دیرینش سهم گذاشتند. عبدالمجید چوپالایف راننده 65 ساله مسافربر در مخچقله است. 3 سال است هر جمعه و روز عید قربان از مسافران راهگیران نمیگیرد. راهگیرا پگاه امروز صدقه. 4 بار سکته دل و 2 دفعه سکته مغزی شده است. خدا را شکر میگوید که زنده است. برای همین برای مسافرانش کار خیر میکند. از بر خدا میکنم که مرا از مصیبت ها نجات داد. هرچند دست چپش درست کار نمی کند ولی او ماشین میراند و نماز میخواند. نظر مسافران به اعلان داخلی مسافربر که هر روز جمعه سفر رایگان است گوناگون است. بعضی ها شگفت زده می شوند، دیگران به راننده سخی تشکر میگویند. از این پیش در یکی از صحبت‌هایش چوپالایف گفت آرزو دارد حج را زیارت کند. مصاحبه او را فاطمه سلطانова رهبر طرح حج عمره نیز تماشا کرده است. در باره بابای عبدالمجید من بر وقت شنیده بودم. فکر کردم به او رخصت حج را تحفه نمودند. اما بعداً معلوم شد که آرزویش عملی نشده است و ما تصمیم گرفتیم برایش مبلغ جمع کنیم. مبلغ در یک روز جمع. بعد از شنیدن این خبر که بعد نیم سال میتواند به زیارت حج برود، اشک در چشمانش حلقه زد. او را خط به حج را همیشه با خودش میگرداند. و حالا سیر خواهیم داشت به یک مسجد بوستانی افغانستان که سال 1960 از طرف حفریات‌شناسان کشف شده است. معمای 1000 ساله مسجد 9 گنبد افغانستان یکی از قدیمترین معبد اسلامی در جهان. آن را در عصر 8 در عهد سامانیان در نزدیکی بلخ ساختند. کی ساخته است؟ چگونه از باد و باران و گذشته زمان امین مانده است کسی نمی‌داند. باستانشناسان سعی دارند معمای ساخت این بنا را باز کنند. از چند جهت نادر است. ماندگاری، نقش و نگار و از نظر معنای تاریخی که دارد. مسجد 9 گنبد را سال 1960 پیدا کردند. حالا بزرگترین مشکل حفظ معبد از زمین لرزه است. مشکلی سختی داریم. ما اگر تمام بنا را پاکیزه کنیم که زیباییش نمایان شود، خطر فرو ریختن آن در زمین لرزه زیاد می شود. مسجد منقش زمان بسیار زیبا بود، اما وقت رنگ زیبای آن را زود داده است. اما امید است که شکوهش را باز می گردانند. حفظ بنا افتخار برای مردم بلخ است. نمیشه گفت که چقدر ارزش دارد. خاطر که یک بنای فرنگی است. از برای ما به حرص رسیده. ما هم باید به نوبه خود کوشش کنیم که این را حفظ کنیم. اگر همه چی خوب پیش برود ممکن است 9 گنبد نه تنها جای دیدنی برای سیاحان بلکه دیگر باره جای عبادت هم شود.
و با این گزارش برنامه امروزی ما انجام یافت. تا برنامه روز دوشنبه، خدا نگهدار هر یک شما.